یه روز روانشناسی توی روزنامه آگهی میده و تیتر آگهیش این بوده: مشاوره زنانی که از شوهرشون راضی نیستن. زنای زیادی پیش این روانشناس میان و ازش مشاوره میگیرن. یک روز منشی این روانشناس زن تنهایی رو داخل مطب میفرسته که روانشناس با دیدنش خیلی متعجب میشه، به خاطر اینکه اون زن همسر خودش بوده و همسرش هم خیلی تعجب میکنه که توی مطب شوهرش اومده. موقعی که میاد از در خارج بشه، روانشناس بهش میگه تو دیگه چرا اینجایی؟ اینجا جای زنایی که از شوهرشون راضی نیستن. من بهت خونه دادم، پول دادم، ماشین دادم، ویلا دادم، بازم راضی نیستی؟ زن بهش میگه نه، همه چیز خونه و ماشین و پول و ویلا نیست. تو حتی یک بار برای من یه شاخه گل نخریدی، حتی یک بار به من نگفتی دوست دارم. میخوام بهتون بگم که هیچ وقت نذارید کسی که دوستتون داره، کسی که باورتون کرده، حس کنه اضافیه، حس کنه برای آدما با هر چیزی وقت دارید و آخر از همه دوستش دارید. حواستون به کسی که دوستتون داره باشه، چون اگر یه روز خسته بشه و بره، ممکنه دیگه قلبی پیدا نکنید که اینجوری خالصانه دوستتون داشته باشه و نگرانتون باشه.